انوربک سیدمرادوف نیم سال است که با این اسبی بادپایش هر صبح و شام تمرین میکند تا همراه تیم خویش در سبقت بین المللی چوگانبازی که ماه اکتبر در ایران دایر می شود شرکت ورزد. انوربک عضو سازمان چوگان و چابک سواری است که 6 ماه پیش در ولایت سوخت تشکیل شد و اولین چنین مکتب در تاجیکستان است. از آنکه فدراسیون چوگان پایگاه و بزکشی ولایت سوخت خیلی فعال بود. مردم جمع شده بودن که خیلی دوستداری اسب هستند و اسب‌های خیلی بسیار ذاتی تاجیکی، ذاتی خالتکی، ذاتی انگلیسی که امروز در جمهوری ممکن است کم است، خیلی بسیار هستند در ولایت خود و تشبس‌های خیلی زیاد هم کرده ایستادن. بعدم در ولایت خیلی اسب دوستداران است، خیلی بسیار هستند و اسب‌های هستند که با مطابقت میکنن به همین بازی چوگان. نمود چوگان اسبی که از نمودهایی است که در تاریخا من فرزبان‌ها و اجدادهای اولادای ما پیشتر بازی میکردن با این نمود و این یکمین نمود دسته‌ای تیمی در جهان حساب میشه که بازی میکردن. از قدیم همین بازی مثلا از بین تاجیکان به هند رفت. وقتی که هنرمندان زیاد رو مثلا به هند رفتن همراه مثلا در دوره بابریان این بازی به هند رفت. در هند این رو مثلا آنچه که در زمین بود پیاده بازی میکردن، آن را گفتن خاکی، بازی خاکی میگفتن. در این میدان اسب سواری 4 گکتری 120 نفر از دوستداران این نوعی ورزش تمرین میکنند و نازوکی های چابک سواری را از 8 مربی می آموزند که آنها در ایران تجربه انداختند. طبق یک سازش حکومت سوخت با فدراسیون چوگان ایران بهار امسال 8 ورزشکار تاجیک مدت 45 روز از متخصصان ایرانی نازوکی های چوگان بازی را آموختند و قرار است مربیان ایرانی به خوجند بیایند و 30 روز در اینجا به چوگان بازان تاجیک درس بدهند. مهارتی که در طول یکونیم ماه همگی یکونیم ماه آموختن بسیار قید کردن که اصلا بازی چوگان رو برای آموختن کمش 1 سال لازم است. اگر به شرطی که اسب‌سواری همین ورزشگر خوب باشد. بازی چوگان بسیار نازکی ها دارد، قاعده و قانون و تنظیم و انتظامی خود را دارد. بازی بسیار با فرهنگ است، با مدنیت است. برای یاد گرفتن اسب سواری در این مکتب 25 اسب از ذات انگلیسی، اخالتکینی، ترکی، قربایی و محلی موجود است که آنها را مربیان برای بازی چوگان راه می‌کنند. برای آرام طبیعت شدن و اطاعت کردن به سواری خود به این اسب‌ها غذا و ویتامین‌های مخصوص می‌دهند. بهترین اسب‌ها برای چوگان اساساً اسب‌های محلی و چکه می باشند، یعنی انگلیسی. اسب‌های محلی برای اون خوب است که اسب‌های آرام هستند. بعد رام کردنش هم اینقدر زحمت زیاد رو طلب نمی‌کند. بعد همون عکس‌هایی که اویده چوگان امروز موجود است در کتاب‌های تاریخی دیگر مانندی دارد به اسب‌های محلی ما. اسب‌های محلی بعد طاقت فرسا هستند، یعنی با خنکی و یعنی سردی و گرمی و نوواسطه از زمین‌های سخت و نرم و به همش طاقت آورده میتونند. دلبر مجنون و یکی از 25 جوان دخترانی است که در این مکتب اسب سواری می آموزد. وی هرچند معلمه زبان روسی است ولی شوق اسب سواری او را به اینجا آورده است. Потому что лошади – это моя слабость. Животные очень добрые. چابک سواری شغل دوست داشته ترین من است و طول 1 ماه این جانب من الکی اسب سواری، اسب دوانی و کنکور را یاد گرفتم. نیت دارم که در آینده نزدیک به تیم چوگانبازها داخل شوم. شهرامی 13 ساله نیز طول 6 ماه در اینجا اسب سواری و استفاده گوی و چوگان را آموخت و 2 مرحله آموزشی را پس سر کرده است. این دشوار بودنش اول از آدم وابسته است و بعد از اسب. اگر شما خواهش داشته باشید همه‌اش رو میتوانید. به شما اینقدر هم مشکل نیست. خودسا باشید.
تشکیل مکتب مخصوص چوگان در حالی است که 2 سال قبل آذربایجان همچون فرهنگ قدیمه چوگان بازی را به فهرست یادگاری‌های تاریخی یونسکو از نام خیش پیشنهاد کرد. دانشمندان تاجیک با ارسال نامه به مدیر یونسکو خواستار اعلان کردن چوگان بازی به حیث فرهنگ مشترک شدند ولی تا حال به جای نرسیدند. همین طریق ما گفته میتوانیم که چوگان بازی در بین تاجیکان از قدیم تا به امروز کلان از بین نرفته بود. در کوهستان بدخشان باقی مانده بود و اما در بین مردمان وادی نشین در این جاها بیشتر تا جایی که ما اطلاع داریم وقتی که بازی بزکشی از جانب ترک تباران و مغول تباران وارد فرهنگ تاجیکی شد، بازی بزکشی آهسته آهسته جای چوگان بازی را گرفت. یعنی بزکشی سبب شد که چوگان بازی آهسته آهسته به فراموشی رود. تاریخ این ورزش باستانی به عصرهای 4 و 5 پیش از میلاد برمیگردد. امروز در 70 کشور مسابقه‌های چوگان بازی برگزار می شود. درباره خاصگاه این ورزش دیدگاه‌های مختلفی هم وجود دارد ولی این ثابت شده است که چوگان بازی زمان از چین تا به هند، آسیای میانه، قفقاز، ایران و کشورهای عربی رواج داشت.